به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز. امروز تصمیم گرفتیم که لایحه جدید را برای هموطنان گرامی پیشکش نماییم. این هم باشد آموزش زبان تاجیکی برای خردسالان بیرون از وطن، یا برای انیخترش برای فرزندان تاجیکان برون مرزی. چون بعضی از تاجیکان در خارج از کشور کار و فعالیت دارن و عمر به سر میبرن، فرزندان اونها به زبان تاجیکی یا زبان تاجیکی را فراموش کردن یا به زبان تاجیکی خوانده و نوشته نمیتوانند، اگرچنده که کم بیش گپ زنن، صحبت کنن، چون عائله تاجیکی است، خانواده تاجیکی است. لیکن به سبب دور از وطن زیاد اونجا استقامت کردن و یا در اونجا تولد شدن، زبان تاجیکی را نمیدونن، انیقترش خوانده و نوشته نمیتوانند. برای اونها است این درس ها. و این درس ها برای خیلی در بالا گفتیم برای خردسالان پیش بینی شده است. بنابراین شروع میکنیم و مراجعت ما تنها به خردسالان، یعنی دادرکان و خواهرکان عزیز است. دادرکان و خواهرکان عزیز، این درس الفبای زبان تاجیکی است. الفبای زبان تاجیکی اگر در روسیه باشد، یعنی تاجیکسکی الفابet، به زبان انگلیسی الفابت میگویند، تاجیک الفابت، یا به زبان عربی الحروف الابجدیه. و شروع میکنیم با خواندن این حرف ها. خواهش میکنیم از یک و یک شما این حرف ها را همراه ما تلفظ کنید و در دفتر نویسید و سپس آن را از یاد نمایید. در بین قوس نام حرف ها هستند. نام حرف ها در اینجا شکل حرف ها، یعنی حرف ها چخیل نوشته می شوند. اینجا شکل حرف ها یعنی شکل کتابیش است، دست نویس نه، شکل کتابیش، یعنی در کتاب چگونه نوشته می شود. آ ب ب و و گ گ غ غ د د ی ی یا یا ژ ژ ز ز ای ای دراز یوت ک ق ال ام ان او پ ار اس ت او اوی دراز اف
F خ خ ح ه چ چ ج ج ش ش سکته سکته یا علامت سکته. چون اینجا مکانی تنگ است، یعنی جا نبود که علامت رو نوشتیم، یعنی سکته یا علامت سکته. ا یو یو یا یا. الان ما تنها نام های حرف ها را خواندیم و از یک و یک شما خواهش کرده می شود چی خیلی که خواندیم و در بین قوس ها نام های حرف ها نوشته شدن، همین طور شما نیز این الفبای زبان تاجیکی را نویسید و حفظ نمایید، از یاد کنید و در درس های آینده این حرف ها در درون کلمه چی خیل نوشته می شوند و چی خیل خوانده می شوند، چی خیل تلفظ کرده می شوند و کلمه خوانی را شروع میکنیم و در اونجا میبینیم که کدام حرف به کدام شکل تلفظ کرده می شود. خب این بود درس یکم. تا درس دیگر خدا نگهداری شما بود.